پوستین یوسفان بشکافتند، آنچه می کردند یک یک یافتند. این که سمت چپ تصویر نشسته و داره شعر میخونه یه جراح و متخصص قلب و عروقه که به وحشیانه ترین شکل ممکن سر بریده شده. قاتل بیشتر از 2 سال تهدیدش کرد. انواع و اقسام تهدیدهای واقعی و مجازی. بارها تو فضای مجازی علنا مطالبی منتشر کرد که اونو میکشه و به دفعات هم پیامهای مستقیمی برای خودش فرستاد و اونو تهدید به مرگ کرد. اما هیچ اقدام بازدارنده‌ای برای کنترل قاتل انجام نشد تا اینکه آخرین ساعت 21 آبان 1403 فاجعه هولناکی رخ داد. 3 گلوله تو قفسه سینه و در نهایت چاقویی که با کینه بسیار روی گلوی دکتر کشیده شد. سلام رفقا، مهدی هستم، همراه و روایتگر پرونده های جنایی از کانال آقای کاراگاه. امشب با پرونده قتل دکتر مسعود داوودی در خدمت شما هستیم. اگر به این سبک از موضوعات علاقه‌مندید خوشحال میشم کانال رو لایک و سابسکرایب کنید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و شما رو به شنیدن ادامه و جزئیات پرونده امشب دعوت میکنم. این یکی از هولناکترین تصاویریه که تو تاریخ جنایی ایران ثبت شده. قاتل میگه برنامه‌م اینه که سرش رو ببرم و بذارم رو سینه‌اش تا معلوم بشه چرا دولت این دکتر رو نگرفت و بکنه تو زندان، تا معلوم بشه وقتی یه مریض بدحال رو میبرن پیشش همون لحظه بره بالا سرش، نه 4 ساعت دیگه. این قاتل بیرحم تهدیدش رو به وحشیانه ترین شکل ممکن عملی کرد. برای مقتول کمین گذاشت و این متخصص و جراح قلب و عروق رو به وحشیانه ترین شکل ممکن سر برید. پرونده این قتل وحشیانه ساعت 23:40 شب در تاریخ 21 آبان 1403 توی یکی از فرعی‌های بولوار رجایی یاسوج باز شد. جایی که یک فقر قتل به پلیس آگاهی شهرستان گزارش شد. ابتدا مامورای آگاهی و بعد هم بازپرس کشیک جنایی تو محل قتل حاضر شدند. مقتول مرد میان سالی بود که پشت فرمون 206 نقره رنگش با شلیک 3 گلوله و البته ضربات چاقویی که به گردنش وارد شده بود به قتل رسیده بود. ظاهراً قاتل براش کمین گذاشته و زمانی که سوار ماشینش شده و قصد حرکت داشته از فاصله کوتاهی ماشینش رو به رگبار بسته. اما ماجرا به همینجا ختم نشد، چون قاتل نیت کرده بود چاقوشو با خون اون رنگ کنه. پس نزدیک ماشین و بدن نیمه جونش شد و چاقوش رو کشید رو گلوش. تو همون بررسی‌های اولیه مشخص شد فردی که اینطور فجیح و وحشیانه پشت فرمون ماشین خودش به قتل رسیده کسی نیست جز دکتر مسعود داوودی، متخصص و جراح قلب و عروق و یکی از سرشناس‌ترین پزشکان شهرستان یاسوج. شکل و شمایل صحنه جنایت نشون میداد که قتل اتفاقی و یا با هدفی مثل سرقت و اینا نبوده. قاتل برای کشتن برنامه داشته و به قصد خاموش کردن آتش کینه و یا تسویه حساب شخصی چنین قتل فجیحی را انجام داده. نخستین کسی که تو همون ساعات اولیه بعد از قتل هدف تحقیقات قرار گرفت همسر مقتول بود تا شاید پلیس آگاهی بتونه سرنخی به دست بیاد مبنی بر اینکه فرد یا افرادی رو که با مقتول مشکل داشتن رو شناسایی کنن. همسر مقتول که از مرگ شوهرش شوکه شده بود فقط یه جمله رو تکرار میکرد و میگفت محمود انصاری بالاخره زهرش رو ریخت. به گفته همسر مقتول، محمود انصاری شوهرش رو در وقوع مرگ بیمار مقصر میدونسته و برای همینم از دکتر شکایت کرده و وقتی شکایتش به جای نرسیده بارها و بارها به طور مستقیم و حتی تو فضای مجازی اونو تهدید به قتل میکرده و حالا هم تهدیدشو به بدترین شکل ممکن عملی کرده. فرضیه‌ای که همسر مقتول مطرح میکرد میتونست یه احتمال خیلی جدی و قابل توجه باشه، اما طرح چنین اتهام سنگینی غیر از احتمالات همسر مقتول نیاز به شواهد و مدارک قوی تری داشت. به همین خاطر صفحه اینستاگرام محمود انصاری، یعنی کسی که دکتر رو تهدید به قتل کرده بود، بررسی و مشخص شد تهدیدهای اون صحت داشته
و بارها و بارها صراحتاً جلوی دوربین گفته داوودی رو میکشه. دستور بازداشت محمود انصاری به عنوان مظنون شماره 1 صادر شد که یک استوری دیگه عملاً تکلیف پرونده را روشن کرد تا محمود انصاری از مظنون و متهم به قاتل تغییر نام بده. محمود انصاری عکس چاقویی که باهاش سر دکتر داوودی رو بریده بود استوری کرد و نوشت بالاخره اونو کشته و از هیچ چیز و هیچ کس هم نمیترسه. دیگه انجام قتل به دست محمود انصاری قطعی بود و دستور قضایی برای بازداشتش صادر شد. نخستین ساعات روز 22 آبان 1403 محل سکونتش به محاصره پلیس در اومد و محمود به جرم قتل دکتر مسعود داوودی بازداشت شد. البته که قاتل مسلح بود و به همین راحتی هم تسلیم نشد و حتی با تیراندازی سعی داشت به سمت مامورای پلیس شلیک کنه و راهی برای فرار پیدا کنه که موفق نشد. وقتی کودک درونم فعالا بود برنامه گیره که سری برو می نه همکاران خوشبختانه تونستن که این فرد رو که به طرف مجموع همکاران انتظامی مستقر در محل تیراندازی هم میکرد و با مجموع اقداماتی که توسط همکاران مستقر در محل به عمل اومد در واقع راه هر گونه فرار بر قاتل بسته شد و طی عملیات روانی که صورت گرفت قاتل که خودش رو در محاصره کامل پلیس میدید و راهی جز تسلیم شدن یا کشته شدن نداشت اقدام به تسلیم خودش به نیروهای پلیس در محل بکنه. اما ماجرا چی بود و چرا قاتل دست به چنین جنایت هولناکی زد؟ برای روایت دلایل این قتل باید به حدود 2 سال قبل برگردیم، جایی که برادر قاتل رو با مشکل شدید قلبی به بیمارستان یاسوج میرسونن، در حالی که بیمار حال مساعدی نداشته و خانواده‌اش هم به شدت بیتابی میکردن و از بیمارستان میخواستن که زودتر دکتر بالای سرش برسه و نجاتش بده. اما رسیدن پزشک متخصص که همون دکتر مسعود داوودی بوده حدود 4 ساعت طول میکشه و قبل از اینکه بتونه کاری برای بیمار بکنه اون به دلیل ایست قلبی از دنیا میره. دقیقاً ماجرا از همینجا شروع میشه که خانواده فرد متوفا و به خصوص برادرش یعنی محمود انصاری عامل اصلی مرگ اون رو دکتر مسعود داوودی میدونسته که تو رسیدن به بیمارشون تعلل کرده و بیماری که برای زنده موندن ثانیه ها براش با ارزش حیاتی بوده 4 ساعت منتظر دکتر مونده و در نهایت به دلیل ایست قلبی فوت کرده. خانواده فرد متوفا از بیمارستان و شخص دکتر داوودی شکایت میکنن و علت مرگ رو قصور و کوتاهی اونا میدونن. شکایت تا یه جاهای پیش میره و حتی کمیسیون بدوی پزشکی دکتر داوودی رو در مرگ مؤثر اعلام میکنه. اما بعد از اون حکم به اعتراض داوودی به رأی صادر شده پرونده به مراجع بالاتر و کمیسیون‌های تخصصی پزشکی ارجاع داده میشه. در نهایت اعلام میکنن مرگ متوفا ناگزیر بوده و هیچ تقصیری متوجه پزشک نیست. از این به بعد بود که تهدیدهای قاتل تو فضای مجازی شروع شد که میگفت بالاخره انتقام خون برادرش رو میگیره. محمود انصاری عکس‌ها و فیلم‌های زیادی از خودش با اسلحه تو اینستاگرام منتشر میکرد و میگفت بالاخره انتقام خون برادرش رو میگیره، اما هیچ تلاشی نشد برای اینکه جلوش رو بگیرن و در نهایت ساعت 20 دقیقه به 12 شب دوشنبه 21 آبان 1403 نقشه شومش رو عملی کرد و دکتر مسعود داوودی رو به بدترین شکل ممکن به قتل رسوند. ویدیو امروز را با صحبت‌های همسر دکتر در مراسم خاکسپاری ایشون به پایان میبریم. بود از اینجا نمیرفت، حتی یه باقی ساخته بود تو سیستم، گفت دورای بازنشستگی میخوام اونجا زندگی کنم. لیاقتشو نوشته. نفرمایید. اتفاقا با اومدنتون این همه جمعیتی که من میبینم یعنی که درست بوده حرفش دیگه. گفت مردم یاسوج وفادارن، مهربان، با اخلاق، با معرفت متعهد بودن. نامردی از خدا مستقر اومدیم.
مندگی فقط برای اون آدمی که این کارو کرده. نه دکتر اینجوری دوست داشت، عاشق مردمش بود، عاشق بیماراش بود. ممنون از اینکه تا انتهای پرونده همراه ما بودید. لطفا نظراتتون رو پایین همین صفحه برامون بنویسید و اگر هم به این سبک از موضوعات علاقه‌مندید خوشحال میشیم کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اون رو هم بزنید.